اولش همه بهش میخندیدن، میگفتن تو بسکتبال عمرن. کندی کوین نه زمین داشت، نه مربی، حتی توپ درست و حسابی هم نداشت. با لاستیکای کهنه وزنه میزد، با بطری پر از پلاستیک توپ درست میکرد. همه شک داشتن، ولی اون وایساد، اعتماد به نفسشو از دست نداد. تا اینکه یه روز ویدئوش معروف شد تو نت. ستاره های NBA مثل کری، لبران، جیانیس، کایری و لاملو بال میزدن برا دیدنش. لامار اودوم هم انقدر جوگیر شد که یه ست کامل تجهیزات فرستاد براش. بعدش رفت توی برنامه حرفه‌ای، استعدادش ترکوند، الانم تو آمریکا داره کنار قولا بازی میکنه. این داستان میگه شروع کوچیک به معنی پایان کوچیک نیست، فقط باید باور کنی و بجنگی. حالا بگو رؤیای تو چیه؟